تو این پروژه میخوایم با استفاده از پاکن و محوکن، پاکن ها در واقع و محوکن، سایه ها و هایلایت ها رو در بیاریم. اول شروع میکنیم به کشیدن خود فیگور. باز دوباره سراغ همون زوزنقه و ساده سازی ها میریم. الان میبینم شونه یه ذره کج به این سمت خیلی کم. میام این کج بودنش رو اینجا میکشم. برای این یکی زوزنقه پایین که برای باسن هست باید به این سمت متمایلش کنم. پس من این رو کاملا از اینجا فاصلش میدم تو باسنش رو داده به سمت بیرون و این رو من اینجا میکشم. هفتی شکم رو اینجا میذارم. دیگه مثل اون حالت سرخ ما تیکه از باسن رو نمیبینیم، فقط از جلو داریم میبینیم. هفته شکم رو میذارم. جای کلی پاها رو مشخص میکنم. این پا صاف اومده، خط وسط بدنم به این شکله، از اینجا اومده تا اینجا و بعد چرخیده تا اینجا. این میشه خط وسط بدن. برای پاها این پا باز به صورت صاف اومده. این زانو رو اینجا میذارم، این پا به صورت صاف اومده. این یکی پا هم به این شکل اینجا همون صافه. جفتش رو به همون حالت اسکلتی اول کار میذارم و بعد مایشش میکنم. جای کلی میخوایم مشخص بشه. این اینجا و این مثلثی. این یکی پا هم اینجا هستش. زانو تقریبا توی هم لول این یکی زانو قرار گرفته. یه زانو میذارم و فرم کلی پا رو میذارم. این یکی پا هم صاف اومده، فقط اون پای سمت چپ یه ذره رفته تو پرسپکتیو، پس کوتاه‌تره. این یکی پا رو عین همون میکشم، فقط بلندتر میکشمش. این نشون میده که اون پا جلوتره و این یکی عقب‌تره. باز به همون شکل مثلثی پا رو در نظر میگیرم. جای کلی دست ها رو میذارم. این دست کنار بدن اینجا. و این یکی دست اومده همراستای سینه است. پس من این آرنج رو میذارم اینجا. این حالت کمان هم میتونم از اینجا استفاده کنم. این دست اومده اینجا و بذار حالا گردن رو بکشم که بعد ادامه دست رو بکشم. این هفتیه تاندون های گردن، چونه که این وسط قرار گرفته و خود سر. این هم اون لوزی که واسه کول بود در واقع. گردن رو میتونم بزنم بلندترش کنم، خیلی کوتاه شد گردنش. گردن رو میارم بالاتر و سر رو از اینجا تر شروع میکنم. ببینید خطوط اشتباه رو اصلا نیازی نیست حتما پاک هم بکنید هر بار. وقتی کم رنگ بکشین این اشتباهاتتون هم اینجا کاور میشه دیگه. گردن هم از اینجا دیگه شروع نمیشه، که گردن کشیدنش بالاتر، گردن از اینجا تر شروع میشه. اون خطوطی که اصلیه و خطوط اشتباه رو میخوایم دیده نشه اونا رو پررنگ تر میذاریم. خطوط اشتباه همون کم رنگاست که مهم هم نیست هر چقدر هم اضافه باشن. اینم هفته گردن و از این طرف بازو و دست از این طرف برگشته سمت دست اینجا باشه بهتره. آرنجش خیلی طولانی شده. این تمام اشتباه رو میذارم بمونه که ببینیم هیچ اشکالی نداره اشتباه کشیدن توی اسکیس. این دست برگشته سمت سر و از اینجا رفته بین موها. خب حالا شروع میکنم تازه عضله کردنشون. خب این گردن رو که کردم عضله، این اومد از گوشه های اینجا، یعنی اینجا که چونه است نباید از اینجا ما گردن رو بکشیم، از بالاتر این گوشه های گردن رو ما میبینیم. این قسمت ها زیر گردن هست، سایه میخوره. بعدا با محو اینا رو فیدشون میکنیم، ولی اون فرمی که اینجا سایه گرفته رو سایش رو میزنم. یه ذره این فرم هایی که اینجا به صورت ترقوه و اینا هست اینا رو مشخص میکنم و سایه هاشو میزنم. چون مونه میخوام بکشم اینجاها رو فرض میکنم مون نیست و سایه هاش رو میزنم. چون مون رو حالا بعدا قراره یادش بگیریم، حالا فعلا کار نمیکنیمش. این بیزی روی بازو ببینید یعنی کشیده شده. این بیزی از اینجا شروع میشه، از اینجا شروع میشه و دست از زیر بغل کشیده شده اومده اینجا. آرنجی که اینجاست و سینه‌ای که در امتداد این خط زیر بغل اینجا تشکیل میشه که حالا چون سوتین داره کل جزئیات سینه رو دیگه نمیکشیم، یه جا براش میذاریم و بعد لباسش رو میکشیم. این خط زیر بغل که رفته اینجا بازو رو تشکیل داده. این خود بازو اینجا یه حالت چاک میفته چون دست روی هم قرار گرفته این قسمت ساق و
بازو، اینا رو مد نظر میگیریم. بازو رو الان من را دستم نیست، وقتی اینطوری نیست کاملا برمیگردونیم و طراحی رو انجام میدیم. خیلی ها رو من دیدم زمانی که دارن طراحی میکنن خودشونو کج و کله میکنن که مثلا برسن به اون کاغذی که حالا هستش، مثلا یه خط میخوان جوری بزنن اینجوری مثلا میکشن. این اشتباهه. اینو من میچرخونم راحت و اون فرمی که مد نظرم هست رو در میارم. این انحناها رو میکشم هر جایی که داره که قبلا مفصلا راجعش صحبت شده. این انحنا آرنج حالت گرد نداره، این حالت شکستگی که اینجا به وجود میاد رو سعی کنید بذارید، چون که یه استخون و مفصلی اونجا هست. به هر حال این نباید گرد باشه، مصنوعیه، یه حالت زاویه دار بودنی داره. و این انحنایی که اینجا ساق دست هست و ادامه ساق دست اینجا چون مو هست دست رفته زیر اینجا، من یه مقدار مو میکشم، حالا اشکالی نداره. بعدا راجع به صحبت میکنیم مفصلا که بشه صورت من بهش نمیپردازم، همینطوری به صورت خط خطی میذارم. این هم بیزیمون که کشیده شد و گردن و حالا میام همین چیزی که کشیدم حالا سایه هاش هم بذارم. وقتی که دیگه مطمئن شدم که طرحم درسته و اصلاحات نیاز نداره میتونم شروع کنم به سایه گذاری. هر جایی که سایه میبینم این مداد رو فشار، هر جا تیره تر بیشتر فشار میدم، هر جا روشن‌تر کمتر فشار میدم. یه جاهایی اصلا نباید کلا بکشیم چون میخوایم هایلایت باشه. یه جاهایی مثلا الان من اینجا میبینم این تیرگی که اینجا دادم من این نمیخواستم باشه، یعنی خط اصلی نیست، از اون خطایی که قراره کم رنگ باشه و اشتباه باشه ولی پر رنگ شده و باعث خطای دید میشه. اینجور جاها رو من باید بیام پاک کنم که خطای دید برای من نیاره. خطای اضافی مثلا اشتباه اگر کم رنگ باشه مشکلی نداره، ولی اگر پر رنگ بکشم اشتباه هم باشه که دیگه فرقی نمیکنه با خطوط درستم و اصلا قابل تفکیک نیستن از هم دیگه. میام این یکی دست و بیزیش رو میذارم و به این قسمت سرشونه متصلش میکنم. ببین دست الان چسبیده به زیر بغل، پس من دست رو فاصله نمیندازم، میبینم تا کجا چسبیده، تا اینجایی که این لباسش تموم شده دست هنوز چسبیده به بدن، پس از همینجا من دست رو رهاش میکنم و این ادامهش و این انحنایی که به خاطر این کشیدگی این عضله بیضی طور اینجا نیازه رو بهش میدم. بعد این انحنایی که باید برای ساق دست داشته باشه. این مثلا این دست زیاد از حد بلنده، این تا زانو اومده، این درست نیست دیگه، اینو من باید اصلاحش کنم. حالا یا پاکش میکنم یا اینکه همینجا میبینم خب دستو من میخوام اینجا تازه تموم بشه دیگه، این چیه مثلا اضافه تر، دست باید همینجا تموم بشه. یه فرم کلی براش میذارم، بعد شروع میکنم به کشیدنش. این قد دست 60 رو میکشم اینجا، بعد انگشت ها رو میذارم، این یکی انگشت از این داخل زده بیرون. خیلی وقتا خلاصه سازی میکنم، الان مثلا کل انگشت ها رو نمیخوام بکشم، میام یه دوتاشو میذارم، باقیش اونجوری حالت هاشور میذارم که یعنی فقط تیرگی این بخش مشخص باشه. این 60، این هم انگشت اشاره، از این پشت هم یه سری انگشت دیده میشه. این انحناها رو کامل در میارم. این جزئیات که میگم الان توی این قسمت حالت بیرون زدگی هایی داره که زیر لباس، زیرش در واقع اگه من داشتم طراحی فیگور میکردم اینا رو باید انجام میدادم، ولی برای مانکنه فشن تا این حد پرداختن به جزئیات احتیاجی نیست.
من اندام ها رو باید بشناسم که کجاها مثلا کجای رون برجستگی داره، کجای زانو مثلا فرو رفتگی داره، یه چیز کلی، و بعد این چیز کلی رو بیارم تعمیمش بدم روی اون جستی که مد نظرم هست، چون لباس رو میخوام نشون بدم. این خط کج رو میذارم، زانو از اینجا شروع میشه، این انحنایی که باید باشه. این پا چون یه ذره خم شده و رفته تو پرسپکتیو، این تیزی این قسمتش رو بیشتر هم حتی میذارم. برجستگی زانو داره اینجا. ساق پا و ادامه ساق پا. این باز قوزک ها حالا خطش برعکسه، قوزک داخلی هم که دیگه قبلا با جزئیات راجبش صحبت شده. انگشت ها و این فرم پا، قوزک ها، این باسن رو داده بیرون، پس منم اینجا بهش کمک میکنم که بیشتر این بیرون زدگی رو بتونه نشون بده. خط کج، شروع زانو، خط صاف، این کج باز، این جای انگشت ها که کجه، این 1/3 که برای شست میذاریم و حالت مثلثیش میکنیم، جای شست، انگشت های دیگه. و ببینید تو حالت اسکیس اصلا انقدر قضیه ریزه و پر خط و خشه، من گذاشتن ناخون هام دیگه اونجوری نیست که دقیق بیام مثلا اینجوری که گفتیم مثلا یه نیم دایره بذاریم. با یه گذاشتن فشار مداد من دیگه نشون دادم الان این ناخونه، نیازی نیست بیام اونقدر به جزئیات بپردازم. باز یه فرم کلی از سایه هایی که اینجا وجود داره. حالا چون میخوام با محو کن کار بکنم دیگه اونقدر هرج و مرج و مثل اون پروژه قبلی که خیلی مثلا خطا رو همه رو تصادفی میذاشتیم اونجوری دیگه نمیذاریم، چون اینا رو قراره با محو کنم و قراره که مرزهای این خطوط زیاد مشخص نباشه. البته سیاه قلم نمیخوایم قطعا کار کنیم، اون سبکی که دیگه خیلی همه چیز صاف و صوفه قرار نیست باشه، ولی قرارم نیست اونقدر خطوط جاشون پیدا باشه. ببین این هایلایت رو دوباره گذاشتم. حالا این یکی پا رو هایلایتش رو میخوام با پاکن در بیارم، پس اونم تیره میکنم که ببینیم اگه خواستیم با پاکن در بیاریم به چه شکل هستش. تیرگی های زیر زانو باز نمیپردازم به این تیکه تیکه تیرگی هایی که روی زانو هست، یه چیز کلی. قوزک ها رو روی این نذاشتم، این بعد به این سمت همه فاق و زانو، این یکی رو برعکس میذارم. ببین الان یکی رو میخوام با پاکن در بیارم، اینجایی که هایلایته من پرش میکنم ولی از کنارها کمتر، کنارها رو بیشتر پر میکنم، اینجایی که هایلایتر رو کمتر پر میکنم. چک میکنم هر جایی که احتیاج به سایه گذاشتن داره. اینجایی که با بدن در تماسه مثلا ارزش خطیش رو میذارم. انحنا رو چک میکنم، اگر جایی جا افتاده میذارم.
از بالا من یه چک میکنم، بعد برم سراغ محو کن. جایی که ارزش خطی داره مثل زیر چونه، مثل این خطای زیر بغل، مثل این جایی که دوتا تیکه دست افتادن روی هم، اینجایی که با موها در تماسه، بین موها اینجاها سایه زیادی هست، مجددا خط زیر بغل، خط اینجای پهلو. و وقتی خط رو میذارم سایه هایی هم که کنارش هست به تب یه ذره تیره تر میکنم که خطی نشه، در واقع فید شن تو هم دیگه. اینجاها باز به خاطر تماسش با پارچه و اینجاها باید تیره تر باشه. وقتی هم که دارم کار میکنم حواسم هست که هی دستمو نمالم رو اینجا، به خاطر اینکه کلا کاری که کردم پاک میکنه. به خاطر همین دست آخر که میخوایم سایه ها رو بذاریم از بالا شروع میکنیم که هی دستمون نماله روی اون جاهایی که کاراش قطعی شده. این تیرگی ها رو کامل چک میکنم، هر جایی که احتیاج به تیرگی داشت گذاشته باشم. یه سایه این شکلی اینجا افتاده و همین رو اینجا به صورت کمرنگ میکشم. روی اون سایه هایی که این طرف افتاده دیگه نمیذارم ازش صرف نظر میکنم، ولی این سایه‌ای که اینجا افتاده به صورت این شکلی میذارمش. حالا میتونم هاشور بذارم، میتونم با محو کن یا اصلا اینجوری دستمو بکشم اینجا که فید بشه، یا هر روش دیگه‌ای که مد نظرم هست. اینجایی که با زمین در تماسه رو یه ارزش خطی مجددا میذارم. اینجا میخوام حجم سینه دیده بشه، یه فرم اینطوری میتونم اینجا بذارم و این قسمت رو بذارم هایلایت بمونه. این قسمت ها تیره بشه و این رو که برجستگی سینه هست تیره بمونه، ببخشید روشن بمونه. حالا با محو کن بهترش میکنم. با محو کن شروع میکنم. محو کنم یه سمتش رو بذارین تمیز بمونه، یه سمتش رو کثیف کنین برای جاهایی که میخوایم مثلا تیرگی ها رو پخش کنین، یه جایی که تمیز بذارین برای جایی که اصلا هیچ رنگی نیست، میخواید یه مثلا رد کمی از محو کن یا از رنگ سیاهی داشته باشین، از اون سمت تمیزه استفاده میکنین، یه ذره رنگ برمیدارید میمالید، کلا یه طرفش تمیز نگه دارید، خیلی جا به کار میاد. یا مثلا یه زمانهایی هست با مداد رنگی کار میکنین و میخواین از محو کن استفاده کنین، دیگه بعدش باید با کاتر یا با کاتر البته یه ذره تیزش میکنه، یه جای خاصی کاربرد داره، با یه سنباده بهتره. با یه سنباده اون سیاهیایی که بهش دادید رو بسابید، بعد که دیگه تمیز شد میتونید ازش استفاده کنید برای مثلا یه جایی که حالا مداد رنگیه، مثلا نمیخواید سیاهی یا پس بده و اینا. من آروم دارم این قسمتایی که تیره کردم رو، تیره ترین جاها رو در واقع شروع میکنم به فید کردنشون. خیلی آروم باید این رو حرکت بدین روی مدادی که کشیدین. وقتی الان اینجایی که تیره بود کم کم میام سمت روشنایی ها، میبینین یه
حالت خاکستری کمی رو دارم میارم به قسمت‌های دیگه. اول تیره ترین جاها رو میزنم، بعد میام سراغ خاکستری ها. میام تیره ها رو زدم، حالا میام سراغ خاکستری ها. یه جاهایی اگه احساس کردم یه ارزش خطی که بی دلیل وجود داشت کم رنگ ترش میکنم، یا اگر یه جایی هایلایتی وجود داشت که میخواستم بیشتر نشون داده بشه با پاکن اون هایلایت رو ایجاد میکنم. ببین الان مثلا دست رو من تکمیلش که کنم، اطراف دست خب تیره هست الان روی طرح ما هم، ولی این قسمت ها روشنایی داره. نوک اینو تیزش میکنم پاکن خمیره رو، و این قسمت هایی که میخوام هایلایت بیفته رو یه اینجوری بر میدارم رنگایی که گذاشته بودم. یا مثلا اگه از پاکن مدادی میخواستم استفاده کنم، اینجا به صورت خطی اثرش رو ایجاد میکنم، ولی این آشغال پاکن به جا میذاره که من میتونم با این قلمو بزنم بره کنار. ولی تهش این استفاده کردن از این هم راحت تره، همین که دیگه آشغال و اینا به جا نمیذاره، کارو تمیزتر میکنه. اینا فید شدن. حالا اگر جایی احتیاج به هایلایتی داره میذارم، مثل این خط روی بازو. یا مثلا اینجاها. حالا مثلا اینو من نمیخوام خیلی تیره بشه، میتونم از سمت تمیزش استفاده کنم. حالا این سمتش یه ذره تمیزتره، اینو با همون حالت انحنا فیدش میکنم که این هایلایت وسط رو بذارم بمونه، بیشتر حس گرد بودن سینه رو به من میده. یعنی این برجستگی روی گردن رو میذارم بمونه، یا این برجستگی که برای حجم سینه است رو میذارم بمونه. الان من این سمت هایلایتش رو اصلا رنگ نکردم که بخوام حالا پاک کنم. این یه روش، برای پایینش هم به همین صورت. این سمت رو گذاشتم، حتی فیدش هم میکنم، حتی میتونم مثلا با دست الان فیدش بکنم و بعد بیام حالا برق‌هایی که روش میخوام بندازم رو به این صورت بندازم. یعنی اینجا سیاه که میشه دیگه قابل استفاده نیست، اینو مخلوطش که بکنیم دوباره نو میشه از یه بخش دیگهش. یه چیز کلیه اینطوری، ولی خب با این که الان از محو کن استفاده شده، ولی همچنان فرم اسکیسش رو حفظ کرده. حالا میام طرح تکمیل شده رو باز دوباره یه قسمت هایی که چون وقتی که میره زیر محو کن اون قدرتی که خط داشته رو از بین میبره، یعنی اون قدری که باید مثلا یه سری جا پررنگ میبوده نیست. الان میام با استفاده از مداد مجددا یه قسمت هایی که میبینم مرزهاش خراب شده، یا مثلا الان میبینی حالت پله‌ای شده، این خب به خاطر محو کنه که زده بیرون در واقع. میتونم بیام اینجا رو مثلا اینا رو اصلاح کنم، یا مثلا یه جایی که احتیاج به مداد بیشتری داره مداد بکشم، مثلا این جاها که میخواستم پررنگ بمونه نذارم اثر محو کن این کاری که من میخواستم رو از بین ببره. قسمتایی که میخواستم تیره بمونه رو مجددا یه بار دیگه با مداد تیرشون بکنم. یعنی بین پاش من میخواستم خالی باشه، ولی محو کن اینو چیزش کرده، پاکش کرده. با اینم بخوام انجام بدم یه ذره ظریف بودنش کمه. مثلا اینجا میتونم بیام از این استفاده کنم. هر کدوم این ابزارو به نسبت خودشون توی جایگاه خودشون میتونن مفید باشن واسه ما.
حواسم هست دستم از اینجا نمالم روی اینه که کار کردم. میتونم حتی بیام یه جاهایی اگر مثلا کار ظریف‌تری میخوام انجام بدم از اتود استفاده کنم. مثلا حالا که چهره نداره ولی مثلا اگر چهره هنوز براش کشیده بودیم اینجا مثلا اجزای چهره رو دوباره ترمیم کنم، یا مثلا بیام اینجا یه سری خط بندازم که از این حالت کلی بودن در بیاد. اگر مثلا لباسم جزئیات خاصی داشت میتونستم با این بهش بپردازم. مثلا حالا میخوام اینجا خط دوخت بندازم، اگه مجبور شدم این کار رو انجام بدم و دستمو نمیتونستم از زاویه دیگه وارد کنم، یه تیکه کاغذ میتونم اینجوری بذارم، کاغذی که اون سمتش مثلا تمیزه، حالا اینجوری، حالا الان کثیفه ولی مثلا تمیزه، بذارم اینجا که دستم هی نماله، چون دست یه ذره رطوبت داره دیگه خرابش میکنه. و اینجا شروع کنم به گذاشتن مثلا جزئیات. مثلا اینجا خط دوخت میخواستم بذارم به این شکل. یا مثلا این مرزهای این رو مشخص ترش کنم. و بعد اینو هی نکشم رو اینجا، کامل همینجوری صاف ورش دارم. یه سری مرزهای خود بدن هم میتونم با اتود مشخص ترش کنم. الان مثلا اینجاها اگر میخوام مرتب تر باشه، اگر همونجوری حالت اسکیستو رو به قولی هنری تر نیازش دارم که از همونجوری ورش میدم، ولی اگه میخواستم یه ذره جزئیات واضح تر باشه میتونم از اتود کمک بگیرم. مثلا الان میتونم الان با اینکه چهره نداره ولی مثلا بیام یه دونه موجه فقط براش بکشم، اینجا یه خط بذارم واسه چشم و یه سری موجه این شکلی براش بذارم به این شکل که یه کاراکتری ما اینجا ببینیم، یه چیز کلی نباشه. اینجا مثلا مو نداره ولی میتونم یه همچین شکلی رو اینجا بکشم، مثلا گوش رو اینجا براش بذارم. باز اینجا میبینم این خطوط اضافه است، اصلاحشون میکنم به این شکل. این انحناها رو چک میکنم، هر جایی که احتیاج داشت انحنایی داشته باشه، مثل این بخش داخلی ساعد دست یا مثلا این قسمت